شما وقتی که می روین یک مثلا در جریان ویدیویی هستین که درباره مثلا یک موضوع از یوتیوب معلومات کسب میکنین. در بین از اینمی ویدیو یک دانه اعلان میه. این اعلان تمرکز شما را 20 تا 25 دقیقه از بین میبره راجع به اصل موضوع. یعنی شما 20 دقیقه تا 25 دقیقه دیگه نیاز دارین تا او تمرکز دوباره به مبحث اصلی که دارین بر بگرده. به این شکل است که شرکت یوتیوب یک سیستم را ساخته که به نام یوتیوب پریمیوم. مردم میرن سابسکرپشن رو میگیرن به خاطر که می اخبار اطلاعات به شکل پخش نشه برشان تا مزاحمتی بر مغزشان نباشه. پس یا از این شکل استفاده کردن که عواید داشته باشن و در این حال همین مکانیزم درک کردن. پس ما هم وقتی که میبینیم، ما وقتی که دنبال پلتفرم یک موضوع به اینترنت میرویم، این متوجه باشیم که ما در وقتی که استفاده میکنیم نوتیفیکیشن ها رو آف کنیم. مثلا موضوعاتی که نیاز نداریم مکمل دیسیبل بکنیم. این کمک ما میکنه که ما تمرکز بالا ببریم و ما میزان حوصله خود داشته باشیم درش.